سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام یه سری راهکار بهتون یاد بدم که اگه انجامش بدید دوام لاکاتون بیشتر میشه. تو اولین مرحله سطح ناخنتون رو با استفاده از لاک پاک کن دستتون کاملا تمیز کنید، لاک قدیمیتون رو پاک کنید. با این کار چربی سطح ناخنتون از بین میره و باعث میشه که لاکی که میخوایم بزنید چسبندگی داشته باشه روی سطح ناخنتون. در قدم بعدی ناخنتون رو مانیکور کنید، یعنی پوستای اضافه و مرده دور اطراف ناخنتون رو کاملا کات کنید. بعد از خوش شدن برق ناخنتون نوبت به لاکتون میرسه که یه لای نازک روی ناخنتون بزنید. بهتره که برای ماندگاری بیشتر لاکتون رو در 2 مرحله و 2 بار روی ناخنتون بزنید. نکته بعدی که میخوام بگم اینه که از زیر هم رو لبه ناخنتون لاک بزنید برای اینکه دوام لاکتون بالاتر باشه و دیرتر لب‌تر بشه. در مرحله آخر یک لایه برق ناخن روی ناخنتون بزنید که باعث میشه یک لایه محافظ روی ناخنتون باشه. بعد از اینکه کاملا خوش شد هم دستتون رو زیر آب سرد ببرید که باعث میشه که لاک روی سطح ناخنتون سفت بشه و ماندگار باشه. حالا اگه حوصله این کارا رو ندارید بیاین پیش خودم، من براتون این کار رو انجام میدم و فقط کافیه بهم پیام بدین یا با شماره من تماس بگیرید. منتظرتونم. دوستتون دارم.